یک پیام بر بانم که بازم تبریک از صمیم قلبم تبریک باشه بر خودت، بر مرتضی جان. عروسیتان ازدواجتان همیشه خوش و آرام باشین. امیال ما جدید دارم براتون نمیگم و سپرایز باشه برای کلگیتان. انشالله بخیر باز متعجب خواهد شده در وقتش. فقط امید که همیشه سلام همراهان عزیز، امروز به خبر داغ و جنجالی برگشتیم. پیام تبریکی آریانا سعید برای لیما امیری و مرتضی جان. آریانا سعید خواننده مشهور افغانستان در پیامی ویدیویی که در اول ویدیو برای شما نشر شد، محفل نامزدی لیما امیری و مرتضی جان را در کشور کانادا تبریک گفت. بیایید ببینیم که این اخبار تا چه حد واقعیت دارد. آیا لیما امیری واقعا ازدواج کرده است؟ در اول بیایید با هم مرور بر فعالیت‌ها و زندگی لیما امیری داشته باشیم. روزگاری دختر پر انرژی و زیبا با صدای گیرا پا به دنیای رسانه گذاشت. دختری که خیلی زود دل کودکان و نوجوانان افغانستان را از طریق برنامه‌های تلویزیونی مخصوص کودکان در تلویزیون طلوع به دست آورد. وی با غلام سخی در برنامه‌های کودکانه همراه شد و حضورش پر از شور و صمیمیت بود. اما در اوج محبوبیت ناگهان از صحنه تلویزیون ناپدید شد. مردم پرسیدند لیما کجاست و چرا دیگر در تلویزیون نیست؟ پاسخ فقط سکوت بود و شایعه تلخ که گویا غلام سخی بر وی تجاوز کرده و خودش نیز زندانی شده است. این شایعات در همه جا و به گوش همه رسیده بود. اما سالها بعد که لیما دختر جوان و زیبا شده بود، با شور و سر و صدا بازگشت. با صدای قوی‌تر و حضور پخته‌تر مدتی در تلویزیون طلوع کار کرد. اما ناگهان افغانستان متحول شد و زندگی ها از این رو به آن رو شد. به همین اساس شماری از دختر خانم های رسانه‌ای مجبور شدن وطن را ترک کنند، که در این میان لیما امیری به تاجیکستان رفت. وی در کشور تاجیکستان مشغول ضبط برنامه‌های مختلفی چون برنامه‌های شام عید و غیره بود که ثابت ساخت لیما امیری با عشق فراوان پا به رسانه گذاشته است. وی از تاجیکستان به کانادا رفت و در آنجا به کارش ادامه داد. در میان این اوضاع اخبار مبنی بر ازدواج و نامزدی لیما امیری نشر شد و تصاویر جورایی آن با یک پسر جوان نیز در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد که گویا لیما امیری با یک پسر جوان ازدواج کرده است. خلاصه انتشار این همه تصاویر و عکس همه را شگفت زده کرده بود، در حالی که اکثر مردم عروسی او را باور کرده بودند و کنجکاو بودند که داماد خوشبخت کیست. ولی لیما امیری با نشر پستی تمام این اتفاقات را شایعه خواند و گفت من عروسی نکردم. بیشتر خودتان در ویدیویی از لیما امیری ببینید. معامله‌دار از فلانه عروسی کرده ولی از خدا، از برای خدا. کم مشکلات است در وطن ما افغانستان، کم موضوعات است که ما دیگه کار نداریم، فقط بریم در زندگی مردم مداخله کنیم که کی عروسی میکنه، کی معامله‌دار میشه، ولی از خدا بس کنیم. البته این حرفای ما فقط به کسایی است همیشه پشتی موارد میچسبن و همیشه دوست دارن که دیگران را اذیت کنن.